در دنیای پرهیاهوی بازی‌های کریپتویی، بازی تلگرامی همستر اخیراً سر زبانها افتاده و جامعه را به خود مشغول کرده که تعدادی از شما عزیزان درباره حکم شرعی آن سوال فرمودید. بنده خدمت شما عزیزان عرض می کنم که کسب درآمد از طریق بازی تلگرامی همستر، البته اگر اصل قضیه کلاهبرداری و سوء استفاده نباشد، این نحوه بازی و کسب درآمد با موازین شرعی هم منافات و تضادی ندارد. یعنی این که بازی همستر نه قمار است و نه میسر و نه ربا و در اصل هم حرام نیست، زیرا که در شریعت اسلامی اصل بر این است که درآمدزایی و کسب و کار اساساً حلال و جایز است، مگر در صورتی که با اصلی از اصول معاملاتی اسلام تضاد داشته باشد و یا اینکه زمینه فعالیت اقتصادی یک فردی از نظر شرعی حرام و ناجایز باشد، مانند فعالیت در زمینه ربا و قمار و مثلا خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و این گونه موارد. و این بازی تلگرامی همستر نه قمار و میسر است و نه ربا. قمار از دیدگاه شرعی، قمار و میسر یعنی این که شما یک مبلغی را در یک جایی میگذارید، به یک فردی میدهید و در مقابل مطمئن نیستید که آن مبلغ به شما برگردد یا کلاً از دست شما برود. ربا هم این است که شما یک مبلغی رو به یک کسی میدهید و اضافه بر آن را دوباره مطالبه میکنید، یا برعکسش بیشتر میدهید و کمتر میگیرید. در هر دو صورت اینها در واقع از نظر شرعی حرام هستند و جایز نیستند و این بازی این محظوریت های شرعی رو در واقع ندارد. و نکته دیگر این که از نظر شرعی هر شرکت و مؤسسه‌ای برای بالا بردن ارزش سهام یا اعتبار خودش یا جلب مشتری یا تبلیغاتی از این قبیل میتواند که بخشی از سهام خودش را یا اجناس خودش را یا وجه نقدی به طور مثال یا ارز رمزدار و دیجیتالی را به طور مثال مثلا با یک نحوهی و از طریقی با مردم به اشتراک بگذارد. این هم از نظر شرعی منافاتی ندارد. پس بنابراین بازی همستر هم با این کیفیتی که امروزه وجود دارد و مردم بر آن عمل می‌کنند با موازین شرعی تضادی ندارد و از نظر شرعی هم حرام نیست.